یگان مشکل نیست. پس چرا نیست؟ چرا نیست؟ چی مشکل؟ روستای عملیات تمام دنیا میشناسه، تمام دولت، تمام جمهوری میشناسه. کی شخصیت؟ مردم نمیدونه. مردم یک بار زبانش نفهمید که آیا گنگ است یا که گپ میزنه. مردم تا امروز نمیدونه منفره که چند قد دانش داره، چند قد خیرات داره. دانش و خیرات عقل وابسته به کار است. یک نفری که در هیچ یک جای حرف نمیزنه، یک گنگ خونگی، او را چگونه شما بها میتین که روستای عملیات دنیا میشناسه؟ رحمانوف دنیا مرد شناختن اولات رستم شد. توسط واتساپ. الو سلام علیکم. علیکم سلام. بله خوب هستی؟ پنجاسی بهروز آقا امراد. سلامت باشی. خوب هستم. بفرما. چه حال بازاری؟ خیلی موضوع بشیم. پس در افیر هستیم. صدا شکر مشکلی نداریم. بفرما. برادر عزیز همین یک دو سخن گفتی چرت و پرت. همین در همین مسئله میفهموندی که همین چرت و پرت چی ملته؟ کدام ملته؟ چرتش رستم یا پرتش شاهرخ؟ یعنی چرتش رستم پرتش شاهرخ. بیا داخل موضوع میشیم. اگه برای چی چرت و پرت بود؟ یعنی آخه بعد برای که یاتش چرت تا یاتش پرت، یعنی ده همین زبانی کوچگی میگن. آخه برای این سخن گفتن دلالت داره یگان پیشنهاد داره که اونو چرت و پرتن. ها چرت و پرتن. پس چرا شهردار دوشنبه چرا تا امروز نشست مطبوعاتی نمیکنه؟ چرت و پرت همونی که از مردم میگریزن. یا نفری کوچگی هستن، سواد ندارن، دانش ندارن، میگریزن. شهردار دوشنبه برادر عزیز فعالیتش بسیار خوب پیش برده ایستاده است و اون نمیبره، دعوا نمیکنه. من این خیل کردم او خیل کردم. اون مرد کارشه با تمام صنعت و با تمام قوت. بچا تیا در خط بیست تو زیادی بعد رفتی. حقیقت من همه خیل انسان هستم. مردم به دوربین هم میشناسنش کیه. نه قراری رحمانوف است. رحمانوف 10 سال پیش دعوت کرده بود رئیس ها و وزیرا که شما در 6 ماه در مجلس گفته بود که رهبران و وزیران و رئیسانی که مسئول هستند شما باید در 6 سال یک بار. مرا سوال نته، سوال مرا جواب ده. آیا در همین طول رهبریتش چند سال شد رهبر است؟ از سال 2012 تا امروز در هر یک زینه رهبر است. یک بار در یک نشست مطبوعاتی در روی دوربین، در کدام تلویزیون، در کدام شبکه، در کدام رادیو، در کدام شبکه اجتماعی، اطلاعاتی، فرهنگی، دینی فرقی نداره در کجای دیدین هم بچرا؟ بیا میشنوی؟ اون شخص این یگان منطق نداره. این سخنای خود باور کرده پس هموز حرفی رحمانوف منطق نداره. شخص رحمانوف هم حرف منطق داره هم پس چرا بچه‌اش پس چرا رستم در مجلس ها، چرا رستم در نشست ها اشتراک نمیکنه؟ بیس چرا اشتراک نمیکنه؟ برای چی؟ مدامه که حرفی رحمانوف منطقی بوده است، برای چی خودی پسرش گپی پدرش نمیگه در نشسته نیست؟ برای چی؟ چی فعالیت داره؟ کی است؟ چی است؟ از کجا است؟ برای اون یگان مشکل نیست. در پیش دوربین برای چه بگه که من فلان همه میشناسن اون شخصیت. وقتی که دعوا ادعا کرده سی تو من بگو که خودت شهروند تاجیکستان خود دعوا میکنی خب برای چی در تاجیکستان کار نکردی؟ برای چی مشکلی مردم در رسیدن نمیتونی؟ مرا سوال مرا حالی نگذار خطا مثل همه چرت و پرت نشو نگذار. مثل کم ترک با منطق صحبت کن. سوال همی بود که برای چی قراری رحمانوف همی است که هر یک مسئولان کشور باید در 6 ماه یک بار با مردم حساباتی ان نشست مطبوعاتی بگذارند، با روزنامه‌نگاران، با جامعه شهروندی سوال و جواب و صحبت کنند، برنامه‌شان برای مردم بگن. چرا تا امروز فرزند خودش در یگام نشست مطبوعاتی نیست؟ سوال بیرون نرو که تو چیکار کردی نکردی. من وزیر نیستم، رئیس نیستم، هیچ منبری نداشتم، هیچ یک جا مسئول نبودم، رئیس نبودم، وزیر نبودم که از من سوال کنی. اگر شخصی عاقل و خردمند و دانا است این سوال برای من نمیتی. برای چی همون نفر نبود؟ همین سوال جواب ده. سوال دیگه میگذاریم. بیا یک شخصی که پیشروی میکنه در دولت کمک میکنه تو حق نداری، حقوق نداری که برزی جو سخن گپ زنی. برای حقی قانونی ما است. مرا تعلیم نته. صبر کن. سوال مرا جواب میتی یا کی نه؟ برای چی همون نفر در یگام نشست نیست؟ مشکلات چه بگو؟ برای چی خدمت میکنی؟
در دولت در ملت مشکلاتش در میرسی با وقتی میتونی حقوق داری که بسوی از کجا گرفتی؟ قانون کشور قبول داری؟ قانون کشور قبول داری؟ سرخونه قبول داری؟ قبول داری؟ قانون کشور چی کم بودی داره؟ سرقانون کشور مرا اجازه میده شهروند تاجیکستان حق بستو شهروند تاجیکستان صبر کن صبر کن شهروند جمهوری تاجیکستان حقی آزادانه فکر و اندیشه‌اش را بیان کردن دارد. در هیچ جا نگفته است که تو حق نداری بچه رحمانوف گپ نزنی، حق نداری او شاهرخ سعیدوف نگویی، حق نداری فتح سعیدوف، حق نداری شاهرخ شنکر، حق نداری او جیمی را، حق نداری نگفته است. در یگان جا نگفته است. تو حقی آزادانه فکر خود را بیان کردن داری. دیگر بحث نیست. هر یک نفری که میبرو در همجا ضدیت میکنه یک بیسواد است. پس برای ما بگو که برای چی تو امروز شهرداری دوشنبه نفر دوم کشور فرزند رئیس جمهور رستم امامعلی در هیچ یک نشست مطبوعاتی اشتراک نکرده است، با مردم حرف نزده است؟ مشکلی چیست؟ سوال جواب ده. یگان مشکل نیست. پس چرا نیست؟ چرا نیست؟ چی مشکل؟ رستم امامعلی تمام دنیا میشناسه، تمام دولت، تمام جمهوری میشناسه. چی شخصیته؟ مردم نمیدونن. مردم یک بار زبانش نفهمیده است که آیا گنگ است یا که گپ میزنه. مردم تا امروز نمیدونن منفره که چند قد دانش داره، چند قد خیرات داره. دانش و خیرات عقل وابسته به کار است. یک نفری که در هیچ یک جای حرف نمیزنه، یک گنگ خونگی، او را چگونه شما بها میدین که رستم امامعلی دنیا میشناسه؟ رحمانوف دنیا مرد شناختن اوراتی رستم شد. برای چون مردک در یگام نشست نیست؟ سوال جواب ده. از خشونت کفیده ایستاده. برای که چون که خودت فعالیت نداری، برای که هیچ کس نیست. من هیچ مسئولیت ندارم. ای به سواد ای به سواد صبر کن صبر کن. من هیچ مسئولیت ندارم که من کدام کار را بکنم. شما چقدر بی فرهنگین، چقدر بی علمی، چقدر بی خردین. من برای شما باز میگم که ای مردم، آخه من در هیچ یک جای دپوتات نبودم، نماینده ملت در پارلمان نبودم، شهردار دوشنبه نبودم، وزیر کارهای داخلی نبودم، سفیر در سفارت نبودم، وزیر کارهای خارجی نبودم، نماینده حزب کدام حزب در کدام شهر و منطقه رئیس و وزیر نبودم. آخه برای چی شما مرا سوال میتین؟ من حیران میشم در فهمیش شما، در دانش شما، در عقل شما، در خرد شما، در همین بی‌سوادی شما. من در حیرت میگذارم که تصور کن یک نفری که عضو همین ملت، یک مهاجر از بلند شده از طبقه دیگر میگه برای چی تو خدمت نکردی؟ من چی خدمتی باید بکنم؟ من برام مسئله مرزی را بود بکنم؟ اوکی من دیپلمات نیستم. او من برام در مردم پاسپورت بتیم؟ اوکی من در سفارت کار نمیکنم. او من برام برای دوشنبه اجازه بتیم که همو آنتناشون را بگذارم مردم تلویزیونشون تماشا بکنن؟ او من شهردار نیستم. و من برم در پارلمان از نمایندای مردم خراسان در پارلمان گپ زنم که اون مردم از زندان نکنین و حقیقشون دفاع کرده بدن. من نماینده پارلمان نیستم. اوه من برم فرزندای اون منصبدارایی که هر روز جنایت میکنن، تجاوز میکنن، زندان میکنن، او من دادگاه عالی نیستم، پروکراتورای گنرالی در کار نمیکنم. برای چی سوال برای من میتین؟ چه خدمتی پس بکنم؟ در کجا برای ما شما منصب دادین؟ در کجا برای ما شما اجازه دادین که شما بیاین همچین یک حرکت قانونی این میدان از دلیل از مبارزه برای مردم خدمت کن؟ در کجا شما این امکانات برای ما دادین که از ما طلب چیزی میکنین؟ سوال گوش کن بهروز، من گوش کرده سی؟ حرفی مرا فهمیدی اول؟ حرفی مرا فهمیدی؟ من گوش کردم. اگه سوال مرا جواب ده، در یگام جایگام امکانیت برای ما بود؟ سلمان وقت امکانیت بود، اما تو برای چی برآمدی رفتی؟ برای چی دانشگاه ترک کردی؟ برای چی 2 میلیون مهاجر شد؟ برای چی 2 میلیون مهاجر شد؟ مرا موضوع همو برای چی مهاجر شد؟ بس برای چی؟ برای چی؟ نه آخه بهروز نه همو 2 میلیون جواب ده. جواب من در داخل همو هستم. 2 میلیون برای چی مهاجر شد؟ تو میگویی که من مهاجر شدم، تو هیچ نفهمیدی. یا پدر دروغگو است یا خود دروغگو. پدری تو برام در ویدیو گفت که زندگی ما خوب است، یگان مشکلی نداریم. تو میگویی که پدر من بیمار بود، مشکل شد، من مهاجرت رفتم. این گپا تو به دلیل به اساس از کدام کتاب میگیری؟ از کجا گپ میزنی؟ وقتی شخص گپ میزنه بر ضد حکومت، بر ضد دولت، اون شخصیت بی‌غرض وقتی تو بیرون از خارج از دولت خود خارج شدی، ای گیجا گرفتی همین گپ؟ در گیجا نمیسگه برای من بگو. در گیجا نمیسگه. ای سلامت باشی، گمش کن. سلامت باشی. شما ملت کو از همین کوکروز فرق نمیکنین. الان یک کوکروز ابمانو کو نمیدونین چی ای؟ ملت کدام ملت؟ رحمانوف کی ملت بده مردم؟ همین رحمانوف در گیجا ملت بود. ای مردمی بسواد،
ای کسی که چاپلوسی به عقل به خیرت به سواد براوی برای ملت باموز ای مسئولایی که این احمق را روان میکنین برایشون باموزین کلمه ملت چیز دیگر است مفهوم وسیع داره نمیشه و رحمانوف ملت شدن نمیتونه نه بود نیست و نخواهد شد شما از کجا میگین دیگه پا